ما رو یه عروسی دعوت کردن. بعد من اومدم نزدیک تالار شدم، دیدم تالار طبقه بالاه. بعد موزیک میزد، همینجوری نور میزد تو شیشه. رسیدم جلو در تالار، دیدم 10 15 تا این خوشگل مقدسه تسبیح دستشون رژه میرن، لا اله الا الله استغفر الله. یکی هم بالا رو نگاه می‌کرد، گفت بر پدرت ما این عروسی. گفتم بابا زده 7 تا چرا شیشونی میای داخل ضد حال میزنید. من اومدم پله رو برم بالا، یکیش گفت آجی نریا. گفتم چرا؟ گفت ببین چه بساطی راه انداختم. من اعبا رو جمع کردم، گفتم آقا برای ما گذاشتم نریم اسراف میشه. کوله پله رفتم بالا. اینجور جا متاسفانه قضاوت می‌کنیم تا تاشو نمی‌بینیم. جلو در تالار رسیدم ورودی، دیدم که همینجوری موزیک میزد، نور میومد، نور میرفت. 10 15 نفر از جوانان غیورم اون وسط کلاغ‌فر میرفتن. بعد آقا یه دفعه این لیزر رقص و نور تالار خورد تو عمامه من. تا اینا دیدن آخونده درجا موزیک قطع شد، نور تالار روشن شد. این جوونا تا ما رو دیدن خشکشون زد، تا دیدن من آخونده هستم هر کی یه طرف در رفت. یکیشون رفت زیر میزی که جلوش بود. این دیجی یه دفعه منو دید، قلف کرد، گفت سلامتی علمای اسلام اجماعا صلوات. عروسی پوکید به جان خودم. من دیدم خیلی ناجور شد دیگه. رفتم رو استیج تالار وایسادم بغل دیجی. گفتم آقا چرا قطعش کردی؟ گفت حاج آقا شما اومدی. گفتم خدایا شاهد باش یه شب ما میخوام یه حالی کنیم اینا نمیذارم. کارو دست گرفتم، یه شعر خوشگل سالم برای دوماده خوندم و ما رو یه عروسی دعوت کردن. بعد من اومدم نزدیک تالار شدم، دیدم تالار طبقه بالاه. بعد موزیک میزد، همینجوری نور میزد تو شیشه. رسیدم جلو در تالار، دیدم 10 15 تا این خوشگل مقدسه تسبیح دستشون رژه میرن، لا اله الا الله استغفر الله. یکی هم بالا رو نگاه می‌کرد، گفت بر پدرت ما این عروسی. گفتم بابا زده 7 تا چرا شیشونی میای داخل ضد حال میزنید. من اومدم پله رو برم بالا، یکیش گفت آجی نریا. گفتم چرا؟ گفت ببین چه بساطی راه انداختم. من اعبا رو جمع کردم، گفتم آقا برای ما گذاشتم نریم اسراف میشه. کوله پله رفتم بالا. اینجور جا متاسفانه قضاوت می‌کنیم تا تاشو نمی‌بینیم. جلو در تالار رسیدم ورودی، دیدم که همینجوری موزیک میزد، نور میومد، نور میرفت. 10 15 نفر از جوانان غیورم اون وسط کلاغ‌فر میرفتن. بعد آقا یه دفعه این لیزر رقص و نور تالار خورد تو عمامه من. تا اینا دیدن آخونده درجا موزیک قطع شد، نور تالار روشن شد. این جوونا تا ما رو دیدن خشکشون زد، تا دیدن من آخونده هستم هر کی یه طرف در رفت. یکیشون رفت زیر میزی که جلوش بود. این دیجی یه دفعه منو دید، قلف کرد، گفت سلامتی علمای اسلام اجماعا صلوات. عروسی پوکید به جان خودم. من دیدم خیلی ناجور شد دیگه. رفتم رو استیج تالار وایسادم بغل دیجی. گفتم آقا چرا قطعش کردی؟ گفت حاج آقا شما اومدی. گفتم خدایا شاهد باش یه شب ما میخوام یه حالی کنیم اینا نمیذارم. کارو دست گرفتم، یه شعر خوشگل سالم برای دوماده خوندم و